Misali این دکتر یعنی سومرا یا به یک تقسیم 20 جمع یک تقسیم 30 جمع یک تقسیم 42 جمع یک تقسیم 36 جمع یک تقسیم 72 جمع یک تقسیم 90 جمع یک تقسیم 110 جمع یک تقسیم 132 برای حل این مثال ما اول مخرج‌ها را به نمود اصلی ضرب می‌نویسیم مثلا 20 را می‌تونیم 4 ضرب 5 30 را 5 ضرب 6 42 را 6 ضرب 7 56 7 ضرب 8 72 8 ضرب 9 90 9 ضرب 10 110 10 ضرب 11 132 11 ضرب 12 و همین یک تقسیم 4 ضرب 5 را به نمودی یعنی فرق می‌نویسیم که این یک تقسیم 4 می‌نویسیم یک تقسیم 5 می‌شود مثلا اگر در این مخرج عمومی دهیم 5 و 4 از 5 4 را بگیریم باز 1 می‌شود همین در همین آنها را به نمودی فرق می‌نویسیم بعد در اینجا ابزارهای اصلاح شدگی را اصلاح می‌کنیم مثلا 1 تقسیم 5 مینوس 1 تقسیم 5 جمع 1 تقسیم 5 اصلاح می‌شود مینوس 1 تقسیم 6 جمع 1 تقسیم 6 و هکذا همین در مینوس 1 تقسیم 11 جمع 1 تقسیم 11 هم اصلاح می‌شود و تنها 1 تقسیم 4 و مینوس 1 تقسیم 12 نمونه‌اند وقتی 1 تقسیم 4 مینوس 1 تقسیم 12 نمونه‌است و این مخرج عمومی یعنی 12 می‌شود و 4 3 تا می‌رسه 3 را ضرب می‌کنیم وقتی که از 3 1 را می‌گیریم 2 می‌شود مخرج عمومی 12 بود و می‌مونه 2 تقسیم 12 برابر بدون تقسیم کرده گیریم 1 تقسیم 6 می‌مونه